در ناحیه رشت در وقت توی ماشین به ستون بتونی برخورده سبب مرگ 3 جوان شده است. به گفته منابع رادیوی آزادی، حادثه 16 نوامبر رخ داد. یک منبع آگاه از حادثه گفت که یک عائله از دهه نوآباد وقتی برای آوردن عروس به دهه بیدک می رفتند، ناگاه یک از ماشین‌ها به ستون کناری راه برخورده است. در این حادثه 3 جوان به هلاکت رسیدند که یکیشان خواننده صنف 11 و دوی دیگر 21 و 28 سال داشتند. در این حادثه همچنین 2 نفر دیگر از جمله راننده ماشین آپل سخت جراحت برداشته زیر نظارت پزشکان قرار دارند. ساکنان دهه نوآباد گفتند که یکی از قربانیان برادر داماد بود و در یک لحظه توی خانه به ماتمخانه تبدیل یافت. یک نماینده جماعت نوآباد به رادیوی آزادی گفت مقامات حادثه را تحقیق دارند. سالانه در صدمه‌های نقلیاتی در تاجیکستان صدها کس کشته و معیوبی یک عمری میشوند. ماشین‌های کهنه و راه‌های ناهموار و حرکت با سرعت بلند و همچنین رعایت نکردن قاعده‌های حرکت از سبب‌های مرگ و میر زیاد در راه‌ها نامور می‌گردد.